به نام خداوندی که بی‌اندازه مهربان و نهایت با رحم است آغاز میکنم. البته تربیت فرزند یکی از وظیفه‌های مقدس والدین است. فرزند تولد کردن هنر نیست، بلکه تربیت کردن آن هنر است. فرزند اصلا در دامان مادر به کمال میرسد و وقتی که مادر اگر با عفت باشد، مادر صالحه باشد، از او هم امید است که طفلی با صلاحیت و طفلی که هم برای خانواده و هم برای جامعه فایده آور به دنیا انشاءالله خواهد آمد. و گذشتگان ما هم یک عادت خوب داشتن که وقتی حتی در گهواره وقتی کودک را لپیش میدادن الله میگفتن، همچنین که امروز معمول است که الله میگویند، اصل کلمه الله نه الله است. از طرف دیگر باشد علمای اخلاق تاکید میکنند که حتی والدین در حضور طفلی شیرخواره در گهواره بوده نباید که علاقه هایی که بین زن و شوهری مشروع است آن را انجام بدهند، چون که وقتی طفل هرچند شیرخواره هم باشد اگر این چیز را مشاهده میکند و در مغز سر خود ثبت میکند، مانند دستگاه عکاسی عکس میگیرد و هر وقت که به سن بلاغت میرسد یا فاحش یا فاحشه میشود. پیغمبر صلی الله علیه و سلم در حدیث مبارک میفرمایند که طلب کن علم را از گهواره تا لحد. در گهواره طلب کردن این همین است. پیشوان دین میگویند که کودک را تا سن 7 سالگی باید که همچون شاه با او معامله کرد. بعد از 7 سالگی تا 14 سالگی مانند غلام با او مناسبت کرد و بعد از 14 سالگی همچون رفیق با او باید صحبت کرد، چون که بعد از 14 سالگی الکه باید به کمالات میرسد و دیگر هر گونه یعنی زوراوری را یا اینکه هر گونه فکر را برای خود قبول نمیکنند. این وظیفه والدین است که از سن خردسالی نسبت فرزند خود باید بی‌اعتنا بی‌پروا نباشند و همیشه فرزند خود را در دوره ایمانداری یعنی اخلاق‌های حسنه انسانی باید تربیت نمایند. کودکانی که از خانه‌شان برآمده میروند و ماجرا با پدر و مادرشان میکنند، سببش در چیست؟ از نگاه روانی هم از نگاه دینی هم وقتی که ما به این چیز نظر اندازیم، بسیارتر همون دلگیر شدن یا دلبزن شدن فرزندم از ناسازی خشونت‌های عائله سر میزنند. اگر پدر و مادر زندگی صلح‌آمیز داشته باشند، زندگی با فراست داشته باشند، واقعا زندگی انسانی، زندگی مسلمانی داشته باشند، هیچگاه فرزند از خانه آنها فرار نمیکنه و دلبزن شدن آنها از خشونت یا اینکه از کمبودی خودی همون والدین است. وقتی که آنها معیارهای والدینی یا مادری یا پدری خود را اجرا نمیکنند، خواه فرزند از خانه رو به گریز میبرند. پدر و مادر در خانه همچون سرپرست خانه هستند و اینها تجربه زیاد زندگی دارند. باید از سن خردسالی طبیعت یعنی فطرت همون فرزند خود رو بیاموزند و ببینند که میل همون فرزند به چی است، چی خواهش دارد، خواهشات رو اجرا کنند و با اون توصیه ها بدهند. چون پدر و مادر خواه با اون زندگی میکنن، با اون صحبت میکنن، از فکرانی خود دختر بچه خواه پسر بچه شخصیت اون رو معین کرده میتوانند و همچنین که علمای اخلاق هم میگن پدر و مادر خصوصا به منزله مانند یک کدبانو است و فرزند به منزله یک خمیر، یعنی کدبانوی خود باشد از خمیر هر گونه طعام ها پخته میتوانند، هر گونه طعام ها آماده میکنند. این چنین فرزند هم به مانند همین است. پدر و مادر وظیفه دار است هم از نگاه دینی هم از نگاه جامعه‌ای نسبت فرزندان خود بی‌اعتنا نباشند و همه وقت مراقب حال آنها باشند. مهربانی خود را نسبت فرزندان خود بیشتر اظهار کنند و بدانند که چقدر آنها را دوست می‌دارند، چقدر مشتاق آن فرزندان هستند تا اینکه فرزندان دلخنک از دنیا و از خانواده خود نشوند. بسیاری والدین مانع میشوند تا فرزندانشان در دانشگاه‌ها تحصیل نمایند، خصوصا دختران. نظری شما در این باره چیست؟ پیغمبر صلی الله علیه و سلم طلب کردن علم را برای تمام افراد بشر، نوابسته که جنسی مرد است یا زن، فرض گردانیده است. حتی ما در شرایط فعلی هم که زندگی کنیم، افرادی که از این دور میشوند یا فرزندان خود را از تعلیم دور میگیرند، هم بر زیان خود است هم بر زیان فرزند. چون که فرزند اگر سواد داشته باشد، دانش داشته باشد، هنر داشته باشد، هم و با گفت تاجیکا هم عربه خود رو میکشد و هم نسبت خانواده یک فایده میاره که سرباری خانواده نمیشود. همچنین که شیخ سعدی رحمت الله علیه میفرماید که انسان باید که یاری شاطر باشد نه باری خاطر، یعنی تعلیم گرفتن و علم آموختن چی برای مرد و چی برای زن، چی برای پسر و چی برای دختر، این فرض است از نگاه دینی، از نگاه اعتقادی.